فصل 16 عزت نفس و رواندرمانی. در دهه 1950 وقتی کار رواندرمانی را شروع کردم، به این نتیجه رسیدم که مخرج مشترک بسیاری از پریشانی‌ها نبود یا کمبود عزت نفس است. به این نتیجه رسیدم که کمی عزت نفس مشکلات روانی عدیده‌ای تولید می‌کند و در ضمن دریافتم که مشکلات روانی هم می‌توانند به کمی عزت نفس منجر شوند. در واقع کمی عزت نفس و مشکلات روانی بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند و همانطور که در مقدمه کتاب هم توضیح دادم، به این دلیل بود که عزت نفس توجه من را به خود جلب کرد. در مواقع مشکلات ابراز مستقیم عزت نفس رشد نکرده بودند که به عنوان نمونه می‌توانم به خجالتی بودن، ترسویی و ترس از ابراز وجود یا صمیمی شدن اشاره کنم. گاه مشکلات ا گاه مشکلات نتیجه انکار عزت نفس اندک هستند که به عنوان مثال می‌توان به رفتارهای کنترل کننده و سلطه‌آمیز، وسواس‌های فکری، عملی، پرخاشگری بی‌تناسب و جاه‌طلبی‌های مخرب اشاره کرد. هدف همه اینها این است که شخص می‌خواهد به احساسی از باور خودتوانمندی، کنترل و رشد شخصی برسد. به نظرم رسید که مسائلی که مظاهر و نشانه‌های عزت نفس اندک بودند، به کاهش باز هم بیشتر عزت نفس کمک می‌کند. در نتیجه از همان شروع به این نتیجه رسیدم که یکی از وظایف اصلی و اولیه رواندرمانی ایجاد عزت نفس بیشتر است. اما همکاران من نظر متفاوتی داشتند. کسی به عزت نفس توجه نداشت. فرض بر این بود و هنوز هم هست که اگر سایر مسائل حل بشوند، بیمار به طور طبیعی احساس بهتری پیدا می‌کند و در نتیجه بر عزت نفس اضافه می‌شود. البته واقعیتی است که وقتی اضطراب و افسردگی کاهش پیدا می‌کند، بیمار احساس توانمندی بیشتر می‌کند. اما در ضمن این هم درست است که با افزایش عزت نفس، اضطراب و افسردگی فروکش می‌کند. به این نتیجه رسیدم که می‌توان مستقیم با عزت نفس برخورد کرد. به عبارت دیگر می‌توان هدف اولیه و اصلی رواندرمانی را افزایش اعتماد به نفس در نظر گرفت. از همان آغاز به این نتیجه رسیدم که وظیفه اصلی رواندرمانی کمک به ایجاد عزت نفس است. در این فصل هدف من بررسی رواندرمانی نیست. به جای آن می‌خواهم به روش‌هایی که شخصاً از آن برای افزایش اعتماد به نفس استفاده می‌کنم اشاره کرده باشم. هدف‌های رواندرمانی دو هدف اولیه و مهم را پی می‌گیرد. یکی از آنها تخفیف رنج و ناراحتی اشخاص است و دیگر کمک به حال خوب بیشتر است. در حالی که این دو هدف با هم همپوشانی دارند، دقیقاً یکی و واحد نیستند. کاستن از اضطراب یا حذف آن معادل ایجاد عزت نفس نیست، اما می‌تواند به این نتیجه کمک کند. کاستن از افسردگی و یا از میان برداشتن آن معادل ایجاد شادی و نشاط نیست، هرچند این یکی هم میتواند به این هدف منجر شود. از یک سو هدف رواندرمانی کاستن از هراس‌های غیرمنطقی، واکنش‌های افسرده‌گونه و احساسات مسئله‌دار است. از سوی دیگر به یادگیری مهارت‌های جدید، ایجاد نگرش جدید در قبال زندگی، اتخاذ روش‌هایی برای برخورد بهتر با خود و با دیگران و برداشت بهتر و بیشتر از توانمندی‌های خود کمک می‌کند. بالا بردن عزت نفس چیزی بیشتر از حذف جنبه‌های منفی است. باید جنبه‌های مثبت را نیز فرا گرفت. بالا بردن عزت نفس مستلزم آگاهی بیشتر از طرز عمل خویشتن است. مستلزم قبول مسئولیت بیشتر در قبال خود و انسجام بیشتر است. عزت نفس بیشتر مستلزم یادگیری برای روبرو شدن و عمل کردن به جای پس‌نشینی و اجتناب است. بالا بردن عزت نفس چیزی بیشتر از حذف جنبه‌های منفی است. بالا بردن عزت نفس مستلزم رسیدن به جنبه‌های مثبت است. اگر کسی اقدام به رواندرمانی کند و در پایان برنامه در مقایسه با شروع کار به آگاهی بیشتر نرسد، برنامه رواندرمانی به شکست انجامیده است. اگر در جریان درمان بیمار به خودپذیری بیشتر نرسد، اگر نتواند در قبال خود مسئولیت بیشتری بپذیرد، باید کیفیت آن برنامه درمان را زیر سوال ببریم. بدون توجه به مکاتب درمانی، انواع برنامه‌های رواندرمانی تا حدودی حول این محورها حرکت می‌کند. اما اگر رواندرمان اهمیت توجه به
6 رکن عزت نفس را درک کند بهتر می‌تواند به نتایج مطلوب برسد و این بر میزان عزت نفس بیمار اضافه می‌کند. اگر یکی از هدف‌های روان‌درمانی ایجاد آگاهی بیشتر در بیمار باشد به طوری که به بیمار امکان بدهد با واقعیت‌ها تماس بیشتری پیدا کند، در این صورت از طریق صحبت، اقدامات روانشناختی، اقدامات انرژی دهنده و تعیین تکالیف منزل می‌توان موانع بر سر راه آگاهی را از میان برداشت و به آگاهی بیشتری دست یافت. اگر هدف دیگر رواندرمانی رسیدن به حس خودپذیری بیشتر باشد، می‌توان با اقدام‌هایی موانع بر سر خودپذیری را از میان برداشت و به خودپذیری بیشتری رسید. اگر هدف رواندرمانی این باشد که بیمار مسئول بیشتری در قبال خود عهده‌دار شود، می‌توان فایده این مهم را به اون توضیح داد و امکان رسیدن به قبول مسئولیت را در قبال خود افزایش داد. اگر هدف دیگر رسیدن به زندگی اگر هدف دیگر از رسیدن به زندگی هدفمند باشد، می‌تواند نقش هدف را به بیمار آموزش داد. برنامه‌های عملی طراحی نمود. بیمار را از اهمیت داشتن هدف در زندگی آگاه نمود. می‌توان اهمیت فعال بودن و انفعالی نبودن را به بیمار آموزش داد. اگر هدف انسجام بیشتر شخص باشد، در این صورت باید به توزیع ارزش‌ها، ابهام‌ها و سردرگمی‌های شخصی اهمیت انتخاب ارزش‌هایی که به حال خوب شخص در زندگی کمک می‌کنند و به احتراز از تعلم خیانت به خویشتن اشاره کرد. در این زمینه صحبت تا به همین اندازه کافی است. هدف این است که در بحث درباره رواندرمانی در شرایطی که حرمت نفس مد نظر است، بینشی در این زمینه وجود داشته باشد. فضای درمان: همانطور که در مورد والدین و آموزگاران توضیح دادم، فضای درمان باید مبتنی بر پذیرش و احترام باشد. پذیرش و احترام شرط لازم کمک به عزت نفس بیمار است. احترام به بیمار اصول و اساس درمان مفید و مؤثر است. وقتی بیمار به کلینیک رواندرمانی مراجعه می‌کند، اینکه چگونه با او روبرو می‌شویم، طرز صحبت ما با بیمار و طرز گوش دادن به صحبت‌های او جملگی مطالب مهم و تعیین کننده هستند. باید با بیمار به ادب و نزاکت رفتار شود. برقراری تماس چشمی با بیمار، گوش دادن مؤثر به صحبت‌های او، احتراز از رفتار با بیمار به طرزی که تفوق و برتری روان‌درمانگر را برساند و احتراز از این تصور که بیمار توان رشد و بهبودی ندارد، موضوعات مهمی است که به هنگام رواندرمانی بیمار باید مد نظر قرار بگیرند. با لحاظ کردن آنچه توضیح دادم، پیامی به بیمار مخابره می‌شود. انسان موجودی شایسته احترام است. شما موجودی شایسته احترام هستید. چه بسا بیماری که این گونه با او روبرو میشه برای نخستین بار در تمام مدت عمرش رفتار این گونه را تجربه کرده باشد. کارل راجرز: پذیرش و احترام به بیمار را شرط اصلی موفقیت برنامه درمان ذکر می‌کند. یاد دارم زمانی یکی از بیماران من میگفت وقتی به گذشته و به برنامه رواندرمانی نگاه میکنم، میبینم احترامی که شما برای من قائل میشید از هر عاملی در کار درمان موثرتر بود. بارها سعی کردم به گونه‌ای رفتار کنم که مرا از مطب خود بیرون کنید. سعی کردم به گونه‌ای رفتار کنم که شما مانند پدر من واکنش نشان بدید، اما شما تن به همکاری ندادید. نمیدانستم چه باید بکنم، اما سرانجام تسلیم شدم و برنامه درمان موثر واقع شد. وقتی بیمار از تعلم یا از هراس خود حرف میزند، گفتن این مطلب به او که نباید این احساسات داشته باشی کمکی به برنامه درمان نمی کند. مفید است اگر بیمار بتواند بدون ترس از شماتت، سرزنش، انتقاد، پرسش‌های بیمورد و سخنرانی احساسش را بیان کند. صحبت و بیان احساس اغلب التیام بخش است. رواندرمانگری که نتوان احساسات تند بیمار را تحمل کند، باید روی خودش کار کند. توانایی گوش دادن با آرامش و همدلی کردن با بیمار شرط لازم هنر التیام بخشی است. وقتی بیمار احساسش را بیان می‌کند، ممکن است گاه لازم باشد از او بخواهیم که عمق بیشتری از احساساتش را با ما در میان بگذارد تا با فرضیه‌های زیرین روحیه و رفتارش آشنا شویم. ممکن است در زمینه تاکید به
احترام و پذیرش به همین اندازه کفایت کنیم. اما واقعیتی است که بسیار از درمانگرها به اندازه کافی از اهمیت این مهم آگاه نیستند. بسیار از درمانگرها با طعنه و سرزنش و دادن توصیه‌های اخلاقی و یا رفتارهای تحقیرآمیز با بیماران خود برخورد می‌کنند. می‌خواهند به شکلی به بیمار بگویند مجبوری که از من راهنمایی بگیری. این گونه بیمار در موقعیت حقیرتری قرار می‌گیرد. روانکاوی که الگوی خود را از رابطه سنتی میان بیمار و پزشک می‌گیرد، به خصوص بیشتر مرتکب این اشتباه می‌شود. اما این اشتباهی است که ممکن است در هر مکتب رواندرمانی مشاهده شود. موضوع بیش از آن که با مکتب رواندرمانی ارتباط داشته باشد، با خود روان‌درمانگر در ارتباط است. من همیشه به دانشجویانم میگویم هدف این نیست که هوش و فراست و توانمندی خود را به رخ بیمار بکشید. هدف این است که به بیمار ثابت کنید او موجودی باهوش، با فراست و توانمند. توجه به جنبه‌های روشن. یکی از هدف‌های اغلب کسانی که متر صد رواندرمانی میشوند این است که میخواهند از خود درک روشن‌تری پیدا کنند. برای بسیاری از اشخاص درک خویشتن مستلزم پرده‌برداری و کشف اسرار نهفته و تاریک است. فروید پدر تحلیل روانی جایی گفت که تفاوت میان تحلیل روانی، روانکاوی و کاراگاهی این است که در کاراگاهی جنایت مشخص است و باید مجرم شناسایی شود، اما در تحلیل روانی مجرم مشخص است و جرم است که باید مشخص گردد. حتی اگر کسی این را صرفاً گفته و کلام بداند و آن را آنقدرها جدی نگیرد، واقعیتی است که مصداق فراوان دارد. بسیار از روانشناسان و متخصصان بالینی که لزوما هم روانکاو نیستند این سخن را قبول دارند. به این افتخار می‌کنند که بتوانند پرده از نکات مبهم بردارند. یونگ همین موضوع را پرده برداری از سایه‌ها توضیح داده است. مطمئنا نظریه قابل احترامی است و امتیاز خودش را هم دارد، اما رواندرمانی عزت نفس‌گرا تأکیدی متفاوت دارد. روان‌درمانگر عزت‌نفس‌گرا به جای پرده‌برداری از نقطه‌های تاریک به پرده‌برداری از نقاط روشن و جنبه‌های مثبت شخص توجه دارد. منظور این است که بیمار با جنبه‌های مثبت و توانمندی‌هایی که دارد و از آن بی‌اطلاع است آشنا شود. منظور این است که بیمار به امکانات بالقوه خود توجه کند. به این توجه کند که می‌تواند در مقام التیام خود کاری صورت دهد. تفاوت میان رواندرمانگراها بدون توجه به مکتب فکری آنها این است که در بررسی روان بیمار به جنبه‌های مثبت شخص توجه دارند یا به جنبه‌های منفی، نقاط روشن یا سایه‌های تاریک. روانشناس عزت نفس‌گرا به جنبه‌های مثبت و نقاط روشن توجه دارد. البته او هم در صورت لزوم به جنبه‌های منفی و سایه‌های تاریک دقیق می‌شود، اما همیشه بر جنبه‌های مثبت تأکید. بسیاری از اشخاص دشمن درون را از خود دور می‌کنند، اما از این تعداد بیشتر کسانی هستند که قهرمان درون را نابود می‌سازند. در رواندرمانی پیدا کردن اشکالات و سایه‌های تاریک ساده است، اما مشکل این است که جنبه‌های سالم را شناسایی کنیم. گاه خیلی ساده از جنبه‌های مثبت خود بی‌اطلاعیم، متوجه نیستیم که از چه توانی برخورداریم، اما در مواقعی نیز علم و اطلاع خود را سرکوب می‌کنیم. به یاد دارم که سالها قبل در جریان یک گروه درمانی با زنی روبرو شدم که به راحتی درباره جنبه‌های منفی در خود حرف می‌زند. از او خواستم روبروی سایر اعضای گروه بایستد و با صدای بلند چند بار این جمله را تکرار کند. واقعیت این است که من کاملا باهوش هستم. صدا در گلویش خفه شد. نتوانست این جمله را بگوید. بعد به او کمک کردم تا این جمله را بگوید. در حالی که این جمله را میگفت شروع به گریستن کرد. در این زمان جمله‌ای به او دادم تا آن را تکمیل کند. اشکال اینه که به هوش و فراستم اذعان کنم. اشکال این که به هوش و فراستم اذعان کنم این است که 3 نقطه و او با این جمله‌ها عبارات فوق را تکمیل کرد. خانواده‌ام از من متنفر می‌شوند. کسی قرار نیست که در خانواده من باهوش و فراست باشد. خواهران و برادرانم حسادت می‌کنند. کسی مرا قبول نمی‌کند. مجبور می‌شود در قبال زندگی
قبول مسئولیت کنم. بعد این جمله را به او دادم: اگر برای حل مسائلم از آگاهی بیشتر استفاده کنم چند تا نقطه. و او عبارت را از این گونه تمام کرد: میفهمم که اذعان بکنم یا نکنم مسئول زندگی خودم هستم. متوجه میشوم که در گذشته‌ها زندگی میکنم. میفهمم که دیگر یک دختر بچه نیستم. به این نتیجه میرسم که دختر بچه‌ها هستن که میترسن، نه بزرگترها. سررشته امور زندگیم را به دست میگیرم. بعد نوبت به این عبارت رسید: اشکال اذعان به توانمندی‌ها این است که چند تا نقطه و او این گونه عبارت را تکمیل کرد: کسی برای متاسف نمی شود. به دنیای ناآشنایی وارد می شوم. ممکن است تنها بشوم. باید طرز زندگی جدیدی را بیاموزم. ممکن است اشخاص از من متوقع شوند. باید ابراز وجود کردن را بیاموزم. روان‌درمانگرهای ماهر به روش‌های مختلف می‌توانند به جنبه‌های مثبت بیمار توجه کنند که در اینجا قصد توضیح آن را ندارم، اما مهم این است که روان‌درمانگر از میان جنبه‌های منفی و مثبت به کدام یک بها می‌دهد. یکی از ویژگی‌های بارز ویرجینیا ساتیر به عنوان یک خانواده روان‌درمانگر سرشناس این بود که می‌گفت اشخاص از تمام منابع لازم برای حل مسائل خود برخوردارند. داشتن این بینش که یکی از توانمندی‌های مهم است که همه روان‌درمانگرها به آن تجهیز نیستند. شیوه‌های بقایی: بیماران باید به این مهم توجه کنند که انسان‌ها به طور طبیعی حل کننده مسائل هستند. راه حل‌ها پیشنهادی ما برای مسائل و چالش‌هایی که با آن روبرو میشیم برای رفع نیازهای ما هستند. گاه راه حل‌های انتخابی ما غیر عملی و در مواردی مخرب، روانپریشانه هستند، اما هدف ما حمایت از خویشتن است. حتی میتوان گفت که خودکشی اقدامی تأسف انگیز برای مراقبت از خویشتن است. شاید بتوان گفت خودکشی اقدامی به منظور فرار از رنج کشیدن است. وقتی جوان کم سال هستیم ممکن است احساسات و عواطفی را که ناراحتی اشخاص مطرح در زندگی ما را در پی دارد در خود سرکوب کنیم، اما بهای این سرکوب احساسات را بعداً با از خود بیگانه شدن، تصورات مخدوش و بسیار از نشانه‌های دیگر می‌پردازیم. با این حال اگر از دیدگاه کودک نگاه کنیم این سرکوب به شکل مورد استفاده دارد. هدف آن این است که به کودک امکان زندگی موفقیت آمیزتری را بدهد و یا دست کم تعلم او را به حداقل برساند. گاه مراجعان و بیماران از برخی از واکنش‌های خود در قبال چالش‌های زندگی ناراحت می‌شوند. آنها از ترسویی و یا پرخاشگری بیش از اندازه و یا اجتناب از صمیمیت و یا داشتن روابط جنسی اضطرارگونه آگاهند، اما از ریشه‌های آن خبر ندارند. آنها از نیازهایی که کورکورانه در مقام رفع آن هستند بی‌اطلاع‌اند. احساس خجالت و احساس گناه آنها دستاویزی نیست که بتوانند شرایط خود را بهتر کنند، اما سخت‌تر می‌کنند. بنابراین روشی برای حراست از عزت نفس آموزش شیوه‌های بقای به بیماران است. باید با آنها گفت که بیشترین و شدیدترین اشتباهات در واقع برای آن است که از خود حمایت کرده باشند. احساس لعن و تکفیر خویش باید بررسی و درک گردد، اما وقتی این مهم حاصل شد ادامه وجود آن هدف مفیدی را پی نمیگیرد. وقتی از شدت اینها کاسته شد بیمار در موقعیتی قرار میگیرد تا راه حل‌های بهتری برای رفع نیازهای خویش ارائه دهد. مهارت‌هایی که روان‌درمانگر عزت نفس‌گرا به آن نیاز دارد مهارت‌های شخصی هستند که هر روان‌درمانگر برای اینکه کارش را به طرز درست انجام دهد به آن احتیاج دارد. مهارت‌های روابط انسانی مانند ایجاد ارتباط مؤثر، ایجاد فضای امن و پذیرش و ایجاد فضایی برای امیدواری و خوشبختی. بعد به مهارت‌هایی می‌رسیم که یک روان‌درمانگر برای برخورد با مسائل خاص به آن احتیاج دارد که از جمله این مسائل می‌توان به مشکلات جنسی، اختلال‌های وسواس فکری، عملی یا مشکلات شغلی اشاره کرد. اگر روان‌درمانگر احساس کند که ایجاد عزت نفس برای کارش از اهمیت ویژه برخوردارد، جنبه‌های ویژه‌ای جنبه‌های ویژه‌ای وجود دارند که باید مورد توجه قرار بگیرند. می‌توان این موارد را در قالب جمله‌های پرسشی زیر توضیح داد. چگونه می‌توانم به بیمارم کمک کنم تا زندگی آگاهانه تری داشته باشد؟ چگونه خودپذیری را آموزش دهم؟ چگونه مسئولیت در قبال خود را تقویت کنم؟ چگونه خود ابرازی بیشتری ایجاد کنم؟ چگونه می‌توانم به بیمارم کمک کنم تا رفتار
هدفمندتری داشته باشد. چگونه میتواند انسجام بیمار در جریان روزهای زندگیش را بالا ببرم؟ چگونه میتوانم استقلال بیشتری ایجاد کنم؟ چگونه میتوانم میل بیمار را به زندگی افزایش دهم؟ چگونه میتوانم امکانات بالقوه مثبت مسئول شده را آزاد کنم؟ چگونه میتوانم به بیمار کمک کنم تا با تضادها و چالش‌های زندگی روبرو شود؟ چگونه میتوانم به بیمار کمک کنم تا از شر هراس‌های غیرمنطقی‌اش خلاص شود؟ چگونه میتوانم به بیمار کمک کنم تا جراحات احساسی گذشته را التیام ببخشد؟ به همین شکل به همین شکل نیز میتواند از خود در ارتباط با برنامه درمان پرسش‌هایی بکند. آیا زندگی کردن با آگاهی بیشتر را فرا میگیرم؟ آیا خودپذیری بیشتر را میآموزم؟ آیا طرز برخورد روان‌درمانگر من به استقلال و توانمندی من کمک میکند؟ و غیره. هراس، تعلم و بهبود جنبه‌های منفی. هراس‌های بی‌اساس تقریبا همیشه روی احساسی که ما از خود داریم تأثیر می‌گذارند. برعکس، از میان برداشتن هراس‌های بی‌اساس عزت نفس را بالا می‌برد و این یکی از وظایف اصلی روان‌درمانی است. وقتی جنبه‌های منفی را از میان برمی‌داریم، راه را برای پدیداری جنبه‌های مثبت هموار می‌کنیم و وقتی جنبه‌های مثبت را ایجاد می‌کنیم، منفی‌ها اغلب ضعیف می‌شوند یا از بین می‌روند. در برخورد با مسائل روانی اغلب میان جنبه‌های مثبت و منفی جابجا می‌شویم. در واقع جنبه‌های مثبت و منفی در تمام موارد به هم بافته‌اند. به هنگام بحث و بررسی و تحلیل مسائل می‌توان به طور سوری جنبه‌های مثبت و منفی را از هم جدا کرد، اما در اصل اینها به هم پیوستند. وقتی منفی‌ها را از صحنه بیرون میبریم، راه را برای پدیداری جنبه‌های مثبت هموار می‌کنیم و وقتی جنبه مثبت را ایجاد می‌کنیم، منفی‌ها اغلب ضعیف می‌شوند و یا از بین می‌روند. در سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در صنعت داروهای اعصاب و روان به دست آمده. بسیاری از ناراحتی‌های عصبی که جنبه‌های بیوشیمیایی دارند در اثر دارودرمانی تخفیف پیدا می‌کنند. بسیاری از مردان و زنان روزگار ما به طرزی که قبلا امکان آن وجود نداشت می‌توانند زندگی کنند، اما دارودرمانی مخالفان خود را هم دارد و بسیاری از صاحب نظران به جنبه‌های منفی و عوارض جانبی دارودرمانی اشاره کردند. شخصا بیماران متعددی را پیش و پس از دارودرمانی بررسی کردم. به این نتیجه رسیدم که مشکلات عزت نفس بدون توجه به اینکه شخص دارودرمانی بشود یا نشود باقی میماند. اما یکی از جنبه‌های مثبت دارودرمانی این است که شخص پس از رسیدن به بهبودی نسبی آمادگی بیشتری برای رواندرمانی پیدا می‌کند. اما اشکال مهم دارودرمانی هم این است که ممکن است بیمار از مسائل اصلی مسبب بیماری خود فرار کند. روش‌های درمانی متکامل می‌شوند و مسلماً شیوه‌های جدیدی برای دستیابی به هدف‌های خود پیدا خواهیم کرد. درمان آینده. در حالی که علم و اطلاع مردم درباره عزت نفس بیشتر می‌شود، انتظار می‌رود بسیاری از بیماران از روان‌درمانگرها بپرسند چگونه می‌توانم به عزت نفس بیشتری برسم. اما قبل از اینکه در این باره صحبت کنیم، باید بدانیم که عزت نفس چیست و چه معنایی دارد. باید بدانیم پدیداری عزت نفس سالم به چه عواملی بستگی دارد. روانشناسی روانشناسی عزت نفس به فراگیری مهارت‌های جدید نظر دارد. این بخش مهمی از روانشناسی عزت نفس است. در این تردیدی نیست، اما این صرفاً جنبه‌ای از برنامه درمانی است و همه آن نیست. بیماری که با مشکل فریب و دورویی و بی‌صداقتی روبروست، دستیابی به مهارت‌های جدید خلأ موجود در احساس ارزشمندی او را پر نمی‌کند. کسی که تحت تاثیر رفتار پدر و مادرش خود را درمانده و بی‌ارزش احساس می‌کند، به رغم موفقیت‌هایی که ممکن است در عرصه رواندرمانی به دست آورد، احتمالاً با این احساسات زندگی خواهد کرد. ممکن است احساس شدید ناتوانمندی در کنار کسب مهارت‌های جدید به موجودیت خود ادامه دهد. باور دیگری که وجود دارد این است که اگر کسی مورد تعریف و تمجید دیگران واقع شود، به عزت نفس می‌رسد. با این ذهنیت ممکن است روان‌درمانگر منطقاً به بیمار بگوید باید بتوانی کاری کنی که دیگران دوستت بدارند. البته در واقع به ندرت روان‌درمانگری پیدا می‌شود که مستقیم این حرف را به بیمار بزند. این را هم نمی‌گوید که در جریان روان‌درمانی به تو یاد می‌دهم چگونه با ترفند و سلطه‌جویی کاری کنی که اشخاص چاره‌ای جز اینکه تو را دوست بدارند نداشته باشند. این گونه می‌توانی به عزت نفس برسی و با این حال اگر کسی به راستی معتقد باشد که عزت نفس هدیه‌ای است که دیگران به اشخاص می‌دهند، چرا نباید این گونه با بیماران صحبت کند؟
شاید به این علت است که می‌دانیم هر کسی باید از درون خود التیام پیدا کند. وقتی کودک و کم سن و سال هستیم، برای ارضای نیازهایمان به دیگران وابسته‌ایم. بعضی از بچه‌ها مستقل‌تر از دیگران هستند، اما هیچ کودکی نمی‌تواند به اندازه بزرگترها به استقلال برسد. وقتی به بلوغ می‌رسیم، در بسیاری از زمینه‌ها می‌توانیم در مقام حمایت از خود کاری صورت دهیم. عزت نفس هم از این قاعده مستثنا نیست. اگر به درستی رشد کنیم، منبع تاثیر و تایید دیگران را به درون خود انتقال می‌دهیم. به عبارتی دیگر، از بیرون به درون می‌رویم. اما اگر ماهیت و ریشه‌های عزت نفس در بالغ را درک نکنیم، نمی‌توانیم نظریه را در عمل مورد استفاده قرار دهیم. اگر به درستی رشد کنیم، منبع تایید و تصدیق را از بیرون به درون خود انتقال می‌دهیم. از بیرون به درون می‌رویم. بعضی از روان‌درمانگرها عزت نفس را صرفاً با موضوع خودپذیری در ارتباط می‌دانند و در نتیجه آن را یک حق مادرزادی ارزیابی می‌کنند. این طرز برخورد علم و اطلاع محدودی از عزت نفس را به دست می‌دهد. خودپذیری البته موضوع مهمی است. با این حال بیمار متحیر می‌ماند که چرا این خودپذیری میل داشتن بیشتر و باز هم بیشتر را در او ارضا نمی‌کند. به این دلیل توصیه من به کسانی که می‌خواهند برای افزایش عزت نفس خود به یک روان‌درمانگر مراجعه کنند این است که از او بپرسند. نمونه‌های این پرسش‌ها را در ادامه مطالب توضیح داده‌ام. عزت نفس را چگونه تعریف می‌کنید؟ به نظر شما عزت نفس سالم به چه عواملی بستگی دارد؟ برای افزایش عزت نفس در من چه برنامه‌ای دارید؟ به چه دلیل فکر می‌کنید که این برنامه موفق می‌شود؟ هر روان‌درمانگر با وجدان و آگاه به این قبیل پرسش‌ها احترام می‌گذارند و از آن استقبال می‌کنند.